میکروفونو بده به دستم، دوباره دست واژه ها تو صف نشستن. چه جای پاپ و هیپ هاپ و راک و بندری واسه نکات تازه، فعلا رپ سبک بهتری. هوامو داری داداش این داستان 6 و 8 ما چی شد؟ ری شد، خیلی پیچی شد. بابا میرسیم حشمت خان، عجله نکن. اگه 6 و 8 نداشته باشه ما نیستیم توی برنامه. مثلا نگاه اون آهنگ هست که میگه پارسال بهار دست جمعی رفتیم بیت ولایت. وایستا بابا، به اونم میرسیم. فقط بگو هوامو داری، خیلی لطف داری. چی داداش؟ تیوی ریش سوژه رپ ماست، کلکسیون ریش چپ و راست، بساط کهنگوی بیابروی آسپاس، پلاس سوش ملاهای حیله باز مثل گراز. حالا باز خوبه که ریموز دست ماست. بابا حالمون به هم خورد. به پیچ دست راست. عجب صحنه خیلی شد و مجری های لوز، مهمونای چاپلوز. من غلام رضا قیانوری هستم، خیلی خوشحال هستم که توی این رپ هستم. حالا ببین کی هستم. گفتگوهای مصنوعی همه با هم دوستن و مستن و پاسدار و بسیجی، گیج و پیچی نداره رفیق، چرا بحثو میپیچی؟ اگه یکی بیریشه گرگی تو پوست میشه، ریاکار همیشه گیشه یارو حالیشه که با این غمزه ها کسی آخه خر نمیشه. کرچ بگی ریم داره میذاره قافیه تکرار نمیشه. تاهر جان این 6 و 8 ما چی میشه؟ تیویریش ببین طرف ریش واسه از تپه. تیویریش تیویریش بابا یه اتوبان ریش شد که تیویریش اما مرسلها شیخ ابو کشک باف، یه مشت قلاف، مسافر لوفلاف و دهنهای بیقلاف، لیس و پوس و لیس و لوس و قیل و قول چین و روس و یه مشت دست بوس و تریپای فرشمال و باقر و قنبیل. مثل ترچه ریختنشان تو تیوی با ویل که من بعد جفنگیات خاطرات جنگ، جین به شیشه طلسم ملا، درنگ ریختن عمود خیمه. حالا اضافه کن صدای ونگ گریه های عظما اومد به تن. چی میشن این مله های در پیتی الدن؟ نظام آشه و لاشه، اوزی کش تو قباشه، ولایت دیگه حالا مثل کشک رو آشه. تیویریش 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 ویترین نظامو باش، تلخ دروغ تیویه به ته رسیده، تموم شیوه آخوندای قمو کشیده، واسه نظام سیدعلی یقه ها دریده، رنگ و روشو داشته باش چقدر پریده. مجالس شعر و بافور دیگه جواب نمیده. بله میفرمودی. هر کی آخون نباشه جاش جهنمه. این نقل مستقیم حدیث عممه که تو حوزم معممه. حرف و حدیث زیاده بابا، نگاه نکنه قیافمون جواده. اگه آسین کوتاه بیای بیرون گناهه، ولی زیر عبا هر چی بگیم مباح. اگه ذکر ولایت بکنی که ماه، نگو نماز جمعه به جهنم نمیرسی به شنبه. پول اگه داری خودشو بده به بنده، بقیه‌اش مال برج بعده. نیروی انتظامی به وظایف قانونی ذاتی خود در خصوص عفاف و حجاب عمل خواهد کرد. حجاب اسلامی که خب واجبه، اگه فحشی بدی به عظمای ما این دیگه میشه محاربه. تلویزیون ضد نظام ببینی که دیگه تمومه، به قول عظام بده توف درومه. اگه این ور و اون ور و بالا تا پایین نظامو بشوری نشوری، بزنی نزنی، بکشی نکشی، چه فرقی داره؟ آقا مسئله‌تونو به خیال جزیه داره. آره بسیجیشی سرباز گمنامی بشی یا لااقل واسه 2 قرون کولی بدی. حدیث دارم اگه که بیای تو شبکه یک خودتو همه هستی تو بدی به دست تیوی نظام بفروشی، پول خوبم میدن. الغرض نظام عظما رو بپا، اگه داره میشه کله پا، هر چی بخوای بهت میدن. کجا میری وایسا کجا؟ تیویریش تیویریش نخنجان شروع میشه. تیویریش تیویریش داد بزن. الحمدلله حالا که دیگه این تیویریش هم تموم شد، بریم که داشته باشیم یه 6 و 8 در حد لالیگا که میگه مثلا داشتم من دوباره حس رب میگه بخونم من دوباره از اوضاع درام این نظام که پاره، که چاره ای نداره باسبامبول دراره، چون راهی نداره این ورود یک اشاره به رونمای بیقواره ای که ذره ذره داره عمق دره میره. ترک پاک خلاص نکه، نداره دیگه توی خورجین چیزی نکه، نداره یاوری تو دنیا تکه نکه، درونشو ببینی پستر از سگ خاره، بیمهاره کینه داره. حالت چطوره؟ حال احوالت چطوره؟ تو که همچین حکمت خان تموم شد بریم. تموم شد؟ بیشتر کم بریم.